أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میخواهم زن گیرم اما نمیدانم از کجا. هر وقت اراده ازدواج کردی پس در جستجوی زنها نباش، بلکه در جستجوی مردها باش، چونکه در خانه مردهای صالح و با تقوا زنهای صالحه و پاکدامن یافت می شود. بزرگان در این سخن بالا ذکر گردیده نه هر مردی قد کوچه را در نظر دارند، بلکه آن مردهای واقعی و با ننگ و ناموس اسلامی را در نظر دارند. آن مرد که دختر خود را مانند گوهرک چشم از گرگان کوچه و پس کوچه محافظت می کند و نمی گذارد که طعمه گرگانی درنده گردد. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند هر شخص دو دختر داشته باشد پس آنها را خوب تربیت کند، آنها برایش پرده از آتش دوزخ می گردد. بر روایت بخاری از حضرت انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کس دو دخترکی را تعلیم و تربیت کرد تا آنکه آنها را به بلاغت رساند، روز قیامت در حال می آید که من با او مانند این انگشتان نزدیک هستم. بر روایت مسلم. چرا در این حدیث ها پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم مخصوصا دخترها را ذکر کرده است؟ چون که تربیت دختر نسبت پسر خیلی مشکل است. دیگر اینکه دختر مادر و به منزله زمین است. اگر تربیت خوب یابد فرزندان خوب به وایه می رسند. و دیگر اینکه در زمان جاهلیت وقتی که عرب ها صاحب دختر می شدند دختر را برای خود همچون آر قبول می کردند و از غم و اندوه چهره هایشان سیاه می شد. خداوند این نقطه را در قرآن بیان کرده می فرماید و اگر به یکی از آنها به تولد دختر مژده داده شود روی او سیاه گردد و او از اندوه پر باشد به سبب ناخوشی آنچه که به وی مژده داده شد از قوم پنهان شود و به اندیشه افتد که آیا او را به خواری باقی گذارد یا در خاک درآورد. آگاه شوید بعد از حکم آنها. سوره نحل آیت 58-59. مرد با زنش ناگپی شدند و مرد گفت تو را بدبخت میکنم. زن آرامانه گفت نمیتوانید. مرد به حیرت آمد و پرسید چرا به این باوری داری؟ زن گفت اگر خوشبختی در پول و مال می بود مرا محروم می کردید، در زر و زیور می بود منع می کردید، اما شما و تمام انسانیت هیچ کاری کرده نمی توانید، زیرا من خوشبختیم را در ایمانم می یابم. ایمانم در قلب من است، با قلب من غیر از الله کسی سلطان ندارد. این است خوشبختی. لذت آن را تنها شخص می چشد که اگر ایمان محبت الله به دلش جای شده باشد. خوشبختی تنها در دست الله است. دوستم اگر زن صالحه و کلین صالحه جستجو داری پس برای دیگران زن صالحه و کلین صالحه تربیت کن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.